بچه ها امروز یه شب قبل از سفره خواهرم داره واسم مانیکور میکنه و پدیکور. هنوز چمدون رو نبستم، فردا تا زور سر کارم، بعدش وقت رنگ و لایت دارم. کلی گفتم چمدون رو نبستم بکنم و پرواز ساعت 9 شبه. من تا 1 سر کارم، 1 ساعت درایو باید بکنم تا اونجایی که موهامو رنگ کنم برم بیام. خیلی استرس زیاده ولی خب که دارم آماده میشم. گفتم بهتون یه آپدیت بدم مراحل آماده شدن قبل از سفر. سلام بچه ها، دوباره من کار هایلایت هم تموم شد. ساعت 5:30 بود. 1 ساعت ترافیک بودم. پروازمون ساعت 8:30 بود و با 1000 تا استرس رسیدیم. بعد گوشیمو توی اوبر جا گذاشتم ولی خب بازم به خیر گذشت. الان یه نیم ساعت وقت داریم. اومدیم توی قسمت فری دیوتی و دیوتی فری، یکی از این دوتا داریم میچرخیم. قسمت مشروبا هستیم ولی خب گفتیم که بریم ایتالیا خرید کنیم. بعد وقتی رسیدیم ایتالیا، ونیز، ایرپورت مارکو پولو، از اونجا براتون فیلم میگیرم و بهتون نشون میدم اونجا چی رو داره. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love does. خب الان ساعت 1:40 است، نه 1:50 است. ما رسیدیم ایتالیا. الان ایستگاه رو پیاده شدیم. تقریبا 300 متر تا هتل فاصله داریم. وایبش خیلی باحاله، هوا عالیه. همین دیگه. حالا از اتاق هم بهتون نشون میدم. خب بچه ها با هم دیگه در رو باز کنیم ببینیم چی در انتظارمونه. سلام. تاریکه، نور میخوام. عالی. این هم از اتاق ما، یه سویت جمع و جور و مرتب. اینجا هم که حمام دستشویی. این اتاق نمیدونم چیه، قفله. بچه ها امروز صبح روز اول، ساعت 9:30 صبح ما از هتل خارج شدیم. اومدیم ایستگاه قطار. برای تیکت گرفتن اینجا یه باجه گذاشتن، باجه های قرمز، و باید ایستگاه ونیزی یا سانتا لوسیا رو انتخاب کنین و پول تیکت هم تقریبا 1:50 بود. تو رو میبره به بخشی بابت صدا، شما رو میبره به مرکز ونیز. حالا از اونجا هر مسیری رو که دوست داشته باشین میتونید. خب اینم از قطارهای ایتالیا. طبقه هم هستن خیلی جالب. این طبقه بالا فکر کنم خیلی بالا، خیلی خوشگله و خیلی هم تمیز و مرتب. If we tried it, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going. خب اینم از ونیز خوشگل. خیلی که وایبش باحاله ولی برای ساعت 10 صبح خیلی شلوغه. خیلی شلوغه. خیلی خوشگله. خیلی خوشحالم که تجربهش کردم. بالاخره اولین سفر اروپایی منه.
پیتزا و پنیر و بچه ونیز فقط خیابونایی که بینشون آب باشه نیست، داری اینجور میدون و ساختمونایی هم داره. خب بچه ها، شما وقتی که تو هر خیابونی بری معمولا ایستگاه گوندولا ها هستش و تقریبا قیمتش 90 یورو بابت هر راید و هر راید 30 دقیقه است و ما هنوز تصمیم نگرفتیم که الان بریم چون خیلی آفتابیه. ترجیح دادم واسه غروب به بعد بریم. بعدش از اینجا میرسیم به یه پل خیلی معروف که فکر کنم از اینجا یکم مشخص باشه. خیلی هم شلوغه، حالا هم واسه عکاسی خوشگله، همین که یکی از پل‌های معروف اینجا به حساب میاد. قیمت ها هم اگه بخوام بهتون بگم، مثلا کافی ها از 2 تا 3 تا بین 2 تا 4 یورو هست، یا مثلا یه کوکتل که بخوام بگیرین 8 یورو هست. میگم چون اینجا به یه جای معروف نزدیکه یکم قیمتش بالاتره. من 5 یورو هم دیدم واسه کوکتل. ولی خب همه پیشنهاد میدن که از جایی که خیلی معروفه خرید نکنین، یکم برین جایی که توریستش کمتره و کوچه پس کوچه تره. خیلی خوشگلن، واقعا خوشگلن. پاستیل فروشیه. وای بوی پاستیل تازه دیوونت میکنه، فوق‌العاده است. خب بچه ها، ما رسیدیم به یکی از قدیمی ترین بوکشاپ های دنیا. خیلی معروفه اینجا. اسمش هم هست آکوا آلتا. بریم داخلش رو بهتون نشون بدم. Oh my god, it's so cute.
معروفه به اسم سنت مارک. آی خیلی خوشگله. واو. Visto che bolla la luce dà una stagione. اینجا یه کلیسای خیلی معروفشه، خیلی خوشگله.你拜车以后正能量的你怕吃饭啊，你是东西怕吃呢，你看这是。میکنم نماد شهر ونیز شیر باشه، چون هر جا میریم یا مجسمش هست یا نمادش توی شهر خیلی زیاده. اینجا هم یه ایستگاه دیگه گوندالو هستش. واقعا ونیز قشنگه، واقعا قشنگ. بعد از اونجا کلیسای سنت مارک رو که رد کنیم تو کوچه پس کوچه ها که بیاین دیگه به قسمت مغازه های دیور و گوچی و تیفانی و این چیزا میرسیم. همه جور آدم اینجا هست، پولدار، فقیر، متوسط، خوشتیپ، بدتیپ. ولی اون چیزی که من توقع داشتم از مردای ایتالیایی اینجوری اونجوری خیلی خوشتیپ همچین چیزی آیدم نشد هنوز که هنوزه، ولی خب وایبش فوق‌العاده است و این گرده‌بند هم فوق‌العاده است. بچه های ترکی هم تشریف داشتن. خب ما دیرینکمون رو خوردیم، یه خورده چیل شدیم، از اون حالت خستگی در اومدیم دیگه، زدیم بیرون، گفتیم که این خیابونه ببینیم چه خبره، چیا دارن چیا ندارن. ما دوست داریم گوندولا رو بعد از اینکه یه خورده هوا خوب شد سوار شیم، چون الان خیلی گرمه، یعنی کلان آفتاب رو سرته. منم که میخوام عکس بگیرم، در نتیجه باید یه تایمی بریم که هوا خوب باشه. Mamma mia, 2 pacchetti. Mica che avevo detto che fa بچه واقعا هر خیابونی رو که میری به یه جا ختم میشه، یه جای جدیده، میگی خدایا اینجا کجاست دیگه. خیلی باحاله، اصلا اشکال نداره اگه گمم شدین گم شدین. اینقدر جای باحال پیدا میکنی اصلا نگران نیستی که وای گم شدم از مسیر خارج نشم، چون هر کوچه ایش یه جای خوشگل داره. ولی خیلی باحال بود، خیلی دوست داشتیم ما. و این خیابونه همچنان همون خیابونه مثلا شنل این و
نمیدونم چه برندی، دولچه گابانا پایین تر بود، خیلی باحال بود. بعد خوبیش به اینجا اینه که چون مثلا اگه شما از یک کشور دیگه میاین خریدتون رو که کردین شما تکس فری به حساب میاین، یعنی احتیاج نیست پول تکس رو بدین، خیلی راحت میتونین توی فرودگاه تکستون رو پس بگیرین. اینم گوندالا هستن. این چقدر رنگش خوشگله، ما بده اینو بگیریم. وای اینجا خیلی قشنگه، بسیار زیبا. خب بچه ها اینجا رو بهتون پیشنهاد میکنم، دالمورو و این آقا هم ایرانی بودن، کلی به ما راهنمایی کردن راجع به پاستا. بعد الان هم توی این صفحه همچین طولانی هستیم که برسیم به پاستا فروشی. این هم از غذای من پاستای جلبکی، اسمش بود ونزیانه بکنم، اصلا نمیتونم هیچ کلمه ایتالیایی رو تلفظ کنم. این هم از غذای آقای همسر، چیکن رو خوردیم. بعد اینجا نشستیم فعلا که یکم سایه بیشتر بیاد تو کانال که واسه عکس گرفتن باحال‌تر بشه. و صحنه پادرد استراحت میکنیم یکم که به راه رفتن ادامه بدیم. ببین تا صبح میشه راه بری، هر کوچه یه داستان داره، هر کوچه به یه جا ختم میشه، اصلا تموم نشدنی ترینه. Il marcido lungo e tracce le mare, amore, amore tuo sarà. Metti lo scialle d'oro sulle campane della città. بچه اگه بخوام از هزینه های ونیز بگم، گوندالا که سوار ما شدیم تقریبا 90 یورو شد. هر رستوران ناهار اگر بخوایم بریم تقریبا بین 50 تا 60 دلار هزینه‌تون میشه. اگر درینکی بخواین بخورین تو مسیر بستگی داره، اگه جایی خیلی شلوغ برین حتی یه آب معمولی 5 یورو میشه، ولی خب اگه یه خورده برین تو کوچه پس کوچه های ونیز میتونین 2.50 آب یا یه نوشیدنی ساده نوشابه پیدا کنید. ولی در کل شهر به شدت گرونیه دیگه، ونیز دیگه قاعدتا اصلا ارزون نیست، ولی خب خیلی خوشگله، ارزش یک بار اومدن رو حتما داره. و یه چیزی که خیلی جالب بود، همه از آمریکا اومدن، من فقط لهجه آمریکایی شنیدم، همه از آمریکا اومدن ونیز. واقعا میگم درصد توریستا، بیشترین توریست رو آمریکا به خودش اختصاص داده. خیلی هم عجیب بود که چقدر آمریکایی ما دیدیم، چقدر آمریکایی، بیشترین ملیتی که دیدیم آمریکایی بود. Oh, scusa. Sorry. خب بچه اینجا یکی از فروشگاه‌های بزرگشه، کوآپه.
اینقدر میوهاش خوبه و اینقدر تنوع زیاد و قیمت عالی، یعنی در حد خود لندن. اصلا لازم نیست دیگه از مغازه‌های محلی که با قیمت خیلی بالا میفروشن خرید کنیم. خیلی شاپینگ بزرگی بود. سوپرمارکت کوآپ بود اسمش. خیلی جای خوبیه. همه چیز فرش، انواع پنیرا، انواع کوکیا، همه چیز، نون مشخص، درینک، الکل، نات، همه چیز داره دیگه. پاستاهای مختلف عالیه برای خرید اگه بخواین توی هتل یه چیزی داشته باشین. I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays. I just can't help but sway. Nothing else matters. It's my heart that obeys.